و تیپی ما همونطور که می‌بینید دقیقاً تو همین ساعت زده شد. امروز هم در این کار مقداری باید به باغ برسم که این کار باغ تموم بشه و بعدش هم بریم پشت چارت واسه یه ترید خوب. برای من فرق نداره که از کجا شروع کنم به حال خود. بریم واسه یک تمیزکاری درست حسابی پای درخت‌ها بریم که با هم انجام شد. بخندم یا از روزگار گله کنم، مهم اینه که منم با همه خوبی و بدیم، مهم این بود که اینم از پایان کار اینجا. به نظر خودم که بدکش نشد. تمیزکاری باغ رو هم که حدودا انجام دادم. بریم واسه یک پوزیشن خوب داخل طلا و ببینیم که چی کار میکنیم. خب دوستان، یک پوزیشن با یه طلا میگیریم. عدد ورودمون 55، تیپی 69 و استوپ هم 49. تا اینجای کار حدود 60% از مسیر رو رفتیم و در نزدیکای تک پروفیت هستیم. این پوزیشن در تایم فریم 5 دقیقه باز شده. بریم و ادامه رو با هم ببینیم. اینجا هم مقداری با سقف‌های قبلی درگیره. اینو که رد کنه در جا تیپی ما زده میشه. یعنی این سقف و این سقف رو که بزنیم تمومه. یعنی سختی کار ما کلا این دوتاست. خب همونطور که گفتم سقف اول مقداری جلوی مسیر ما رو گرفت و الان اون رو رد کردیم. بعید میدونم این سقف قبلیه، یعنی عدد 65 بتونه جلوی تیپی ما رو بگیره و در جا تیپی زده میشه. خب دوستان، تیپی ما کم کم داره زده میشه. امروز هم 28 مهر ماه ساعت 3:26 بعد از ظهر و تیپی ما همونطور که میبینید دقیقا تو همین ساعت زده شد و ما از پوزیشن خارج شدیم. به نظرم واسه امروز پوزیشن خوبی بود و ترید امروز دیگه تمومه.